از روی معلوماتی که ما دسترس کردیم باید وقتی نزدیک خاتمه یابد و بازی‌ها را در خانه خود در ورزشگاه پختکار شهری بختر قبول نماید. اینجا با فرق از بازی دوره گذشته بعضی از تغییرات ها هست در هیئت دستکی. اولیه دسته کوکتاش رو هم شما می‌بینید و باید قید نمایم که طور مربیان دسته مشابروز بعد از آنی که طاهر جان مومینوف از مقام سرمربیگی دسته مذکور با استعفا رفته بود. خوب بازی شروع شد. دست شوند عکس الهجومی فوتبالبازان دسته وحش رو می‌بینیم. امکانیتی بسیار هم خوب است و چگونه ضربه خطرناک بود سوی دروازه النصر الدوحیل و دسته دیگری نومی هنرنمایی میکرد. وضعیت خطرناکی نوبتی به وجود میآید. فرصت هست ضربه و گل. چگونه امکانیتی عالی و چطور از این فرصت خود استفاده میبرند فوتبالبازان یا کمی در قبول قرار نهایی اندیشه میکرد. با سنت الله فوتبالباز دیگر با همین نام سنت الله اسماعیلوف از محمد کمال است دفاعگر مرکزی و در این بین عکس الهجومی بسیار هم خطرناک با اشتراک فوتبالبازان دسته وحش به نظر رسید. پس او با هم دستش اینجا ارسال توپ را از سوی سنت الله عزیزوف دیدیم. راست با خیلی امکانیتی خوبی نوبتی میتواند با وجود آید امانوئل وننگو و چگونه از این فرصت استفاده بردن نمیتواند. دسته وحش خدایداد اوزاقوف پس میدهد به هم دستش. ضربه که از مسافه دور بود و بسیار هم خطرناک همین کنار با وجود میآید. سنت الله اسماعیلوف پسی او را میبینیم یا نه گزارشی او اکنون ارسال توپ و چگونه در این حالت ارسال توپ را میبینیم. وضعیت بسیار هم خطرناک است و اینک دوستان گرامی حساب برابر میشود. در آغاز محسن عبدالغفارов چنودت حمله را آغاز کرده است و از این کنار انجام دو بازی خود از ولایت سوخت آنها برگشتند. وننگو پرتافت توپ به سوی او امکانیتی نوبتی ممکن به وجود آید. سنت الله عزیزوف پس میدهد. ضربه را هم میبینیم اما نه آنقدر خطرناک بود. این ضربه دیگه اولی پیوستند. اینجا یک ضربه که از مسافه دور اجرا میشود بسیار هم خطرناک بود. میبینیم خدایداد اوزاقوف پس میدهد به عزیزوف پرتافتی بسیار هم خطرناک اما محمد کمال سعید بازاروف نه آنقدر پرتافتی خوب اما امکانیت پیدا میشود و چگونه فرصت امکانیتی که شاید بسیاری ها انتظار نبودند و فوتبالبازان وحش زیرا آنها امکانیت های از این دیده بهتر داشتند اما در آنها موفق نشدند. این مراتب باشد به هدف خود رسیدند. بسیار ممکن پیدا شد برای دسته وحش. گزارشی عزیزوف رو میبینیم اما اینجا میافتد. ولی کردن باز یک هجوم دیگر عزیزوف پرتافت توپ از سوی او و چگونه شانس است اکنون برای امانوئل وننگو ولی این امکانیت بسیار پاسی خوب. اینجا الکس گیامفی و ببینید چگونه میگذارد از سرگئی یابورسکی هم گذاشت. بعدا ارسال بسیار هم خطرناکی توپ است. پس بسیار هم خطرناک بود اینجا و وضعیت بسیار خوب است اما چگونه عبدالغفارov گزارشی او رو میبینیم با تنهایی اینجا حرکت های محسن عبدالغفارov اما محمد سلامزاده ارسال نوبتی توپ به کناری راست و وضعیت خطرناک است. چگونه فرصت از دست میرود. ضربه او اجرا میشود. خیلی هم با دست رو نمیبینیم. مخلصان بیشتر بین هم رقابت دارند. اینجا باز یک پرتافتی خطرناک دیگر لگ در محمد سلامزاده پس او فرصتی خوب پیدا می شود یا نه که اولش به تو میرسد. دروازه‌بان نقشه خود رو بلند برداشتی و این منوی اونو داشت که اونجا قیده ویران کنی دیده شده است. ضربه از کنار صابر خولمتوف گزارشی او رو میبینیم و اینجا میافتد. داور چی اشاره میکند؟ چیزی نیست. اشاره کرده ایستاده است و واقعا هم لحظه بحثناک است دوستان گرامی. یک بار دیگر حالا میتوانید ببینید با تجربه که گفتیم برای دستش کمکی تیم ها اینطوری مشکلی شده بودند مخصوصا در موسمی گذشته. قبلا ضربه تقریبا از همین نقطه خیلی بلند و نوانیق بود. این دفعه چی؟ این دفعه کم پستر اما به هر حال راست و امکانی
вазъияте ки акнун боиси голи навбати футболбозони дастаи вахш мешавад. тавре мову шумо мебинем тағйироти дастаи вахш ҳамин лаҳзаҳо дида мешавад. биёд бубинем дар қабати дуюм ҳангоми мубориза хело талошҳои хубу босамаре дошт Эммануэл Мваненго. баъдан албатта боз вариантҳои дигар ҳам пайдо мешавад. Эммануэл Мваненго паси ӯ ва беҳтар мебуд агар худи ӯ зарба мезад. пай дар ҳам зарбаҳо, аммо ҳамаи ин тавассути навбати футболбозони дастаи вахшро мебинем. аммо зарба бо ҳамин лаҳзаҳои таъин кардаи довар, яъне дақиқаҳои илова кардаи ӯ хотима меёбанд ва заруриро ба даст орад ва бар муқобили Куктош 3-1 ғалаба кард.